از 1 ژانویه سال جاری ترتیب نوی دادن کاتگوری اختصاصی به آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمات همگانی جاری کرده شد. طبق آن اتستاسیا در 2 مرحله گذرانده شده. در مرحله اول سطح دانش آموزگاران از روی فن سنجیده شده. در مرحله دوم مهارت پداگوژی بهاگذاری کرده می شود. در شهر فرغانه قسمت نوبتی این آزمون برگزار گردید و در آن آموزگاران ناحیه سوخ اشتراک کرده رکورد به خود خاص را گذاشتند. 4 نفر آموزگاران ما به گرفتن خالی بلندترین میسر گردیدند. السلام علیکم. من 11 sonli So'x tuman maktabida ishlayman. Boshlang'ich sinfda. Mana kechagi bo'lib o'tgan attestatsiya testlarida ishtirok etdik. Testlar o'z tojik tilimizda hammasini tashkillashtirilgan. Biz prezidentimizdan, vazirliklardan hammasidan minnatdormiz. Kelajakda yaxshi yana yuqori ballarni olishga harakat qilamiz. Kelajakda yosh avlodni yaxshi tarbiyalashga, bilim berishga va'da beraman. Butun g'ayratimni, bilimimni ishga solaman. از روی نتیجه جنبستی آزمون آموزگار مکتب رقم 5 قزلرخان جوریف به گرفتن 98 خال، آموزگار مکتب رقم 15 کمرشای تاج‌الدین و 98 خال، آموزگار مکتب رقم 7 گلشنجان جوریف 96 خال و معلم مکتب رقم 11 برادجان جوریف به گرفتن 98 خال موفق گشتند. اینا من معلمه صنف ابتدایی 33 سال باز در مکتب به نسل نو سبق می آموزانم و بسیارتر در بالای خود کار میکنم. در مکتب راهبری اتحاد متحدی صنف‌های ابتدایی شده کار میکنم. من امروز بسیار خرسندم که دیروز که در ولایت آیید گرفتن کاتگوری طایفه تست گرفته شد. من بلی بلندترین را گرفتم که این هم باشد 98 بر. سبب بسیار خرسندم که در ازبکستان ما زیاده از 130 ملت زندگانی کند هم حقوق ما برابر است. حقوق برابری امروز مرا به همین روی آب برآورد که من با زبان تاجیکی تست سپردم. البته من در آینده باز وعده میدهم من تا امروز 11 تا صنف ابتدایی را تا صنف 4 کرده تمام کنوندم. 11 پتا گویم اکنون 11 براریش 11 براریش کرده هستم. شاگردان من در انویرسیته ها میخوانند. من با شاگردان خود فخر میکنم. یعنی اولینشون قریب 50 ساله شدگی. اولینشون قریب 50 ساله شدگی هستند که آمده در قطار من در یک جایگی کار میکنن. باز من امروز با ویار متد های نو به نو رو به آنها آموزانیده، تحلیل درس گذرانیده. من حقیقت با همون شاگردانم فخر میکنم که امروز ها نام مرا تا همین درجه برداشتن. من باز یک بار دیگر از همین وطن خود بسیار خرسندم. باز این را گفتنی هستم که میخواستم که در سوخ ما همه فنها هست، فقط زبان تاجیکی صنف‌های ابتدایی و زبان و ادبیات است. میخواستم که دیگر فنها هم با زبان تاجیکی شود. اگر با زبان تاجیکی شود در ما نهایت معلمان بقوت، معلم‌های هستند که اقتدارناک هستند که ویا در وقت خواندن زبان لاتینی کمتر دشواری میکشند. اگر با کریلی میشید بسیار خوب میشد. من در آخر سخنم همین را گفتنی هستم. معلم بودن کسبی پر افتخار است. معلم دوستداری کودکان است. کمتر در حاضر یک شعر ایجاد کردم. ای وطن، جانم وطن، جانم وطن، در آغوشت من که رستم، جانم فدای این قدر غمخواریت، تا در تنم جان است باور بکن، من فدای نسل نورستی تویم. من دیروز در اتستاسیا اوید با گرفتن طایفه اشتراک نمودم. من خیلی هم خرسندم که با این اتستاسیا اشتراک کردم، چون که در اونجا من دانش‌های نو به نو به خود گرفتم.
شرایط تو چه خیلی بود؟ شرایط بینهایت نقض بود. رحمت به پرزیدنتمو با ما به توجیک زبانو همه خیلی امکانیت و یعنی تست با شرایط زبان نقض توجیکی بودن. بوده؟ تست با زبان توجیکی بود. جدو نقض بود. نظارت هم سخت بود. این رو هم گفته گذرانده نظارت هم سخت بود. برای ما دیروز دیدم که شما هنگامی صحبت می‌کردن بسیار هیجان فرا گرفتگی بود. به نهایت من هیجان زیر کرد. یگون نقشه هم پیدا شده که در دلت. البته نقشه خوندن در کار بود است. خوندن در کار بسیار با معلمان همکسبان خود بسیار هم صحبت شده. چطوری که ما در مکتب خودمون میکنیم در مکتب رقم 5 بعد از درس ها ما با معلمان ابتدایی هم ما جمع شده سوال جواب ها میگذرونه. این امکانیتی به ما زیادتر فراهم می‌آورد. از این ها خلاصه برام که بسیار خواندن در کار بود است. باز هم برای ثمرناکتر شدن من باز هم خونیش رو دوام میدهم. ما این استادان را با این موفقیت صمیمانه تبریک گفته تمنا داریم که چنین سفرها منتظم ادامه می‌یابند. Presidente Amor Ahmad, Presidente Amor.